از رسوب جدا بشه. خیلی آروم، بعد آروم تیوب رو روی دستمال کاغذی تمیز برمیگردونید. خیلی آروم اینجوری که در واقع محتویات تیوب بیاد پایین، یکم خشک بشه. یه حدود 5-6 دقیقه این کارو میکنید. بعد اونی که تو ستون ریختیم و 2 دقیقه 13000 گفتم سانتریفیوژ میدیم. به مدت 2 دقیقه 12000. ببخشید من گفته بودم 13000. 12000 سانتریفیوژ میدیم. خب ببینید من با 2 تا روش رفتم. شما نیاز نیست با 2 تا روش برید. شما اگه ستون داشتید با روش ستونی برید، اگه نداشتید با این روش قدیمی رسوبی. این خیلی قدیمی تر از اونه، پس نیاز نیست حتما هر دو روش برید. بعد قسمت بعد از سانتریفیوژ توی حالت ستونی قسمت در واقع پایین ستون رو خالی میکنیم، اینو در میاریم، این کامل خالی میکنیم، برمیگردونیم و بعد باید شستشو بدیم. اگه بافرهای مخصوص شستشو داشتید مال خود کیتا ستون‌ها، یه بافرهایی هستن که بهشون اتانول اضافه میکنن مخصوص ستون‌ها، واسه شستشوی ستون‌ها برای نقطه جسید استفاده میشه. من دارم. اگه نداشتید الکل 80% هم اوکیه. یه مقداری الکل 80% اضافه می‌کنید، حدود 800 می‌کنید اضافه می‌کنید تا قشنگ شستشو بده. اضافه می‌کنید دوباره 2 دقیقه 12000 RPM سانتریفیوژ می‌دید. توی اون یکی روش که روش رسوبی بود، خب الان ما میادیم این دفعه 300 میکرولیتر الکل 80% اضافه میکنیم به ستون، به اون تیوب برای حالت رسوبیمون. یعنی ما الان برای 2 تا شستشو دادیم، برای اون ستون اضافه کردیم به ستون سانتریفیوژ دادیم، برای این رسوبیه که گذاشتیم یکم خشک شد. حالا یه حدود 300-400 میکرولیتر در واقع الکل 80% اضافه میکنیم. اینا دیگه روش‌های دستی قدیمی. خیلی آروم اضافه میکنیم و بعد دوباره سانتریفیوژ انجام میدیم به مدت، اگه اشتباه نکنم دقیقاً مثل قبل 8 دقیقه 13000 دور یا RPM سانتریفیوژ میکنیم. درشون میبندیم. تو حالت ستونی بعد از اینکه محلول شستشو رو ریختیم، خب دوباره زیرین گروه میریزیم. یه بار دیگه خالی بدون اینکه چیزی بهش اضافه کنیم، حالت خالی باز 2 دقیقه سانتریفیوژ میدیم که قشنگ هر چی در واقع باز اضافه مونده بیاد پایین، ستونمون تمیز بشه، خشک بشه، چون میخوایم بعدش دیگه بهش آب اضافه کنیم. پس یه 2 دقیقه هم خالی سانتریفیوژ میدیم. توی حالت ستونی دیگه بعد از سانتریفیوژ آخر که دیگه خشک شد، اینو دیگه دور میریزیم. سر ستون فیلتر رو اضافه میکنیم به یه تیوب جدید. اضافه میکنیم، درشو باز میکنیم، اسم نمونه‌تون رو کنارش بنویسید که اشتباه نشه. خب بعد 70 میکرولیتر آب بهش اضافه کنید. آب به سر ستون اضافه کنید. چجوری؟ طوری که به قشا نخوره. یعنی 70 میکرولیتر آب برمی‌دارید طوری که نوک تیپتون به قشا نخوره، چون قشا زود پاره میشه. خیلی آروم 70 تا رو دقیقاً وسط قشا اضافه میکنیم. یه انگشت کنارش بذارید، از بالا نگاه کنید، آروم. درشو ببندید، یه 3-4 دقیقه بذارید تو دمای آزمایشگاه بمونه و بعدش سانتریفیوژش بدید.
3 دقیقه 13000 دور. 3 دقیقه 13000 دور. دیگه این هرچی دی ان ای رو فشار هست میاره پایین. خب اینو میذاریم 3 دقیقهش بمونه. توی حالت رسوب که داشتیم میرفتیم، خب اتانول 80 اضافه کردیم. حالا خیلی آروم دوباره طوری که رسوب نیفته خیلی آروم اتانول رو خالی کنیم. بعد باید بذاریم خوش بشه. دو حالت داریم برای خوش کردن. یکی دوباره همون روش بذاریم رو دستمال برعکس، یعنی به این شکل بذاریم رو دستمال که خوش بشه. یا حالت دیگه، اگه سانتریفیوژ های وکیوم دار داشتید، خب سانتریفیوژ های وکیوم دار داشتید میتونید از اون استفاده کنید. آروم سانتریفیوژ بشه و وکیوم بزنید و خوش کنید. ولی نباید بذارید خیلی خیلی خشک بشه. پس به این دو روش میتونید بذارید. اگه رو دستمال گذاشتید حدود 30 دقیقه بذارید قشنگ خشک بشه. گفتم خشک و خشک نباید بشه. اینطوری باشه که فقط قطره آب یا قطره اتانول در واقع توش نبینید. بعد که اوکی شد دیگه بهش در واقع آب اضافه می‌کنیم برای حل کردن. خب بذاریم خشک بشه. حالت ستونی که از ستون استفاده کردیم، بعد از 3-4 دقیقه که آب رو ریختیم اینو میذاریم توی دوباره دستگاه سانتریفیوژ. 3 دقیقه 13000 دور میدیم که دیگه کل دی ان ای بیاد پایین. اوکی. بعد از سانتریفیوژ دیگه این به درد نمیخوره. قشار رو میندازیم دور تو حالتی که از ستون استفاده کرده بودیم و این هم از دی ان ای آماده هست. میذاریم روی یخ که برای پی سی آر یا اینکه میذاریم منفی 20 که نگهداریش کنیم. مرحله رسوب هم خشک بشه اونم ادامه میدیم. خب بعد از اینکه دی ان ای رسوبی هم خشک شد، آب یه حدود 70 میکرولیتر در واقع آب به چیز اضافه میکنیم. خب معمولا میری 50 تا 100 تا اضافه میکنم. 70 تا کافیه. به رسوب اضافه میکنیم. یه چند دقیقه میدیم تو دماغ اتاق بمونه. بعد آروم 2-3 بار اسپینش میدید. خیلی آروم 2-3 بار آروم اسپینش میدید. این دیگه حل میشه. این دی ان ای هم دیگه بود آماده. ببین همین الان هم حل شد. یعنی اینقدر سریع در واقع حل میشه. 2-3 بار آروم پیپتش میکنید که قشنگ حل بشه. بعد دیگه اینو میذارید توی یا روی یخ میذارید، سریع پی سی آرشو میذارید یا میذارید منفی 20 دیگه برای خودتون در واقع نگهداریش میکنید تا هر وقت بخواید ادامه کارو باشه. ان شاءالله که موفق باشید. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.